امروز میخوایم با هم اینو درست کنیم. یه عروسک کوچولو اندازه کف دست و با موهای چتری، لباس و کفش. هم لباسش در میاد هم کفشش، میتونین اینجوری درش بیارین. لباسش هم در میاد از اینجا، میتونین درش بیارین. میخوام رنگ لباسش رو قرمز بزنم، لباس و کفشش قرمز و موهاش رو قهوه‌ای. رنگ بدنش هم که همین رنگ تقریبا شیری. سعی میکنم که خیلی همه نکته هاشو بهتون بگم و قدم به قدم. امیدوارم که بتونین با من ببافین و لذتشو ببرین. بریم. اول از پای عروسک شروع میکنیم. یه دونه پا میبافیم، بعد اون یکی پا رو میبافیم، به هم وصل میکنیم، بعد بدن و سر. یعنی بدن، کل بدنش از پا تا سر یه تیکه بافته میشه و بعد دستشو میبافیم. با استفاده از نخی که برای بدنش میخوایم استفاده کنیم، برای شروع یه حلقه جادویی میزنیم به این شکل. و 6 تا پای کوتاه توی حلقه جادویی. نخ رو میکشیم تا حلقه بسته بشه. رج دوم ساده بافی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدون اینکه افزایش بدیم روی هر کدوم از پایه ها یه دونه پایه کوتاه میزنیم و اینو تا 10 رج ادامه میدیم. برای اینکه سر رج رو گم نکنیم همیشه از یه دونه نخ نشونه استفاده میکنیم. اینجوری میذاریمش اول رج و شروع میکنیم به بافت. یک، دو، سه. چون چیزی اضافه نمی کنیم بافتمون حالت کاسه‌ای به خودش میگیره. برای اینکه راحت تر بتونیم ببافیم یه ذره این رو جمع میکنیم و بعد میبافیم. چهار، پنج، 6. رج دوم رو هم بافتیم. این نخ اولی رو که مال حلقه جادویی بود سفت میگیریم میکشیم تا این وسط حلقه کاملا بسته بشه. بعد که مطمئن شدیم کاملا بسته شد این نخ رو قیچی میکنیم. و ادامهش رو میکنیم توی همین پای عروسک که اینجا مخفی بشه. دیگه کاری با این نداریم. خب پس ما 2 رج زدیم، تا 10 رج همینجوری ساده بافی میکنیم. 5 رج که بافتین میتونین برای اینکه سختتون نشه در آخر این رو، چون این سوراخش خیلی کوچیکه و سخته که الیاف بذارین توش، رج 5 که رسیدین با الیاف پر کنین و بعد ادامه بدین. میتونین از یه پنس استفاده کنین چون خیلی باریکه پا
با پنس الیاف رو بذارین توی پای عروسک. بافتتون رو ادامه بدین تا 10 رج. 10 تا رج بافتیم. نخ و قیچی میکنیم و این حلقه رو میکشیم و در میاریم. توش هم من کامل دوباره الیاف گذاشتم. یه پای دیگه مثل این درست میکنیم ولی نخ و دیگه قیچی نمی کنیم چون میخوایم بافت رو ادامه بدیم. من پای دوم رو هم بافتم. حالا باید این 2 تا پا رو به هم وصل کنیم. نمیخوایم اینجوری به هم بچسبه. میخوایم یه فاصله‌ای داشته باشه. این فاصله رو با 3 تا زنجیر درست میکنیم. یعنی رج 10 پا رو که بافتیم و تموم شد، حالا 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. بعد پای اولی رو که بافته بودیم رو میاریم و این دونه آخرش رو ببینید توی این دونه آخر، یعنی ببین بذارین تصویر رو، این دونه توی این یه دونه پای کوتاه میزنیم. نخو بگیرید که در نره. به این شکل یه دونه پای کوتاه. به این شکل این 2 تا پا الان به هم وصل شدن. خب این پا دور تا دورش چند تا بود؟ 6 تا. اولیشو بافتیم، 5 تا دیگه هم میبافیم. 5 تا پای کوتاه. ببینین این نخ رو که مال اون پای اوله میتونیم بیاریم زیر بافتمون. میگیریم با دستمون و وقتی داریم میبافیم اینو همراه باهاش میبافیم. یعنی اینجوری. ببینین این نخ اینجاست باش بافته میشه. این 2 تا 3 4 5 و اینم آخرین پای 6. خب حالا دیگه با این نخه کاری نداریم. میرسیم به این 3 تا زنجیره وسط که زده بودیم. باید روی اینا رو ببافیم. ببینین این زنجیره‌ای که زدیم، بذارین فوکوس بشه. خب این 3 تا زنجیره پشتشو اگه نگاه کنین میبینین که 3 تا برآمدگی داره پشت بافت. خب روی هر کدوم از این برآمدگی ها که میشه در واقع پشت این زنجیره ها، ببینین این زنجیره است، این پشته. روی این برآمدگی ها هر کدوم یه دونه پای کوتاه میزنیم. این اولی، یکی، دو تا و آخری سه تا روی زنجیره ها بافتیم. حالا میایم روی این پا 6 تا هم پای کوتاه دور تا دور اینو میبافیم. این که هیچی، از اینجا شروع میکنیم.
1 2 3 4 5 و آخریش 6. دوباره میرسیم به این وسط. این وسط 3 تا باید پای کوتاه بزنیم. نگاه کنین. 1 2 3. 1 2 3. خب الان پامون به این مرحله رسید. پای عروسک به این مرحله رسید. 2 تا پا به هم وصل شد. ببینین به این شکل. حالا اینو ادامه میدیم. این الان دور تا دورش باید چند تا باشه؟ 6 تا پای کوتاه که روی این پا بود، 6 تا پای کوتاه روی این یکی، 3 تا پای کوتاه این وره زنجیره ها، 3 تا پای کوتاه هم این ور. 2 تا 3 تا و 2 تا 6 تا میشه 18 تا. الان دور تا دور 18 تا دونه ما داریم. این نخ رو میذاریم توی این پای قایم میکنیم یا اینکه اول بهتری که یه ذرم کوتاهش کنیم و با پنس بقیهش رو میذاریم این تو. ما الان رج 11 رو بافتیم. رج 12 تا 17 ساده بافی میکنیم. به این معنی که روی هر کدوم از پایه ها یه پایه کوتاه میزنیم و اینجا میشه بدنش تا انقدر تقریبا میاد بالا. تا رج 17 بافتیم. رج 18 رو یکی در میون یه دونه کاهش میدیم، یعنی یه پای کوتاه یه کاهش. نخ نشونمون رو میذاریم. یه پای کوتاه و کاهش. کاهش هم به این شکله که حلقه جلویی دونه بعدی و حلقه جلویی دونه بعدیش رو با هم میگیریم، نخو از توشون در میاریم و یه پایه کوتاه میزنیم. یعنی در واقع 2 تا پایه رو تبدیل به یکی کردیم. این میشه کاهش. تا انتها همینجوری پیش میریم، یعنی یه پایه کوتاه یه کاهش، این و بعدیش با هم میگیریم و نخو در میاریم. ببینین یه مقدار داره در واقع باریکتر میشه این بدنش تا برسه به سرشونه ها. تو این مرحله باز با الیاف باید پر کنیم. خب که با الیاف پر کردیم میریم رج بعدی رو ببافیم. این رجی که بافتیم رج 18 بود و ما الان باید اینجا 12 تا پای کوتاه داشته باشیم. رج 19 رو ساده بافی میکنیم، یعنی همین 12 تا پای کوتاه رو میبافیم.
ردیف 20 6 تا کاهش داریم، یعنی 2 تا یکی باید بکنیم. الان 12 تاست، با 6 تا کاهش میشه 6 تا دونه. بدن عروسک بافته شد. اگه فکر میکنین هنوز جا داره که الیاف بذارین، یه ذره از این تو الیاف بذارین که بدنش پرتر بشه. رسیدیم به گردن عروسک. حالا میخوایم سرشو ببافیم. رج 21. توی رج 21 6 تا افزایش میدیم. افزایش یعنی که توی هر پایه 2 تا پایه کوتاه میبافیم. به این شکل. ببینین این الان اولین پایه 1 2. این اولین افزایش. تو خونه بعدی توی اینم افزایش، یعنی 2 تا پایه کوتاه توی یه خونه. همینجوری تا انتها 6 تا افزایش میدیم. خب این رج 21 بود. 6 تا افزایش دادیم، یعنی 6 تا اضافه شد. پس الان ما تو این ردیف باید 12 تا پایه داشته باشیم. رج بعدی که بشه رج 22 یکی در میون یه دونه افزایش داریم، یعنی یه پایه کوتاه یه افزایش. یه پایه کوتاه یک افزایش. دوباره یه پایه کوتاه و توی خونه بعدی یه افزایش، یعنی 2 تا پایه کوتاه توی یه خونه. همینجوری تا انتها ادامه میدیم. توی رج 22 ما 18 تا پایه داریم. دور تا دورش 18 تاست. رج 23 2 تا پایه کوتاه یه افزایش. یک 2 توی خونه بعدی افزایش. 2 تا پایه کوتاه توی یه خونه. تا انتها ادامه میدیم. در انتهای رج 23 ما 24 تا پایه کوتاه زدیم. رج 24 تا 27 یعنی 4 تا رج ما ساده بافی میکنیم،
یعنی همین 24 تا پای کوتاه رو میبافیم. تا رج 27 بافتیم. 4 رج ساده بافی. رج 28 باید حالا کم کنیم، کاهش بدیم تا سرش حالت گرد پیدا کنه، از اینجا کم بشه و بالای سرش در واقع بافته بشه. برای این کار شروع میکنیم به کاهش دادن. توی رج 28 2 تا پای کوتاه میزنیم و یک کاهش. همینجوری تا انتها پیش میریم. 2 تا پای کوتاه، یک کاهش، یعنی 2 تا یکی. دوباره 2 تا پای کوتاه، یک کاهش. رج 28 رو هم بافتیم. با 6 تا کاهشی که دادیم الان ما باید 18 تا دور تا دور پایه داشته باشیم. رج 29 یکی در میون یک کاهش میدیم. در انتهای این رج 12 تا پای کوتاه داریم. این رج 29 بود. چون این حلقه داره بسته میشه ما باید الان توی سر رو پر کنیم با الیاف. بعد از اینکه خوب با الیاف پر کردیم رج آخر یعنی رج 30 رو میزنیم که 6 تا کاهشه. یه حدود 14-15 سانت از نخ رو بذارین و بعد قیچی کنین. و با استفاده از سوزن بالای سرش رو جمع میکنیم و میبندیم. برای جمع کردن بالای سر عروسک ببینید ما الان 6 تا اینجا پایه داریم. توی حلقه های بیرونی پایه ها سوزن رو از توی در واقع حلقه های بیرون پایه ها رد میکنیم. و بعد نخ رو میکشیم. با کشیدن نخ این حلقه در واقع جمع میشه بالای سرش و سوزن رو از همین وسط میکنیم تو و از یه جایی وسط سرش در میاریم بیرون. ببینید این میشه بالای سر عروسک. بعد این نخ رو از هر جا که در بردیم چند تا کوک ببینید میخوایم نخ رو در واقع پنهان کنیم یه جوری که توی سر عروسک چند بار کوک بزنیم که در نره این نخ. یه جوری کوک بزنیم که کوکا دیده نشه.
خیلی نکشین که تو نره. و بعد در نهایت نخ و قیچی کنین از انتهای انتها. خب اینم شد کله عروسک. فعلا تا اینجا بافتیم. حالا باید دستاشو ببافیم. برای بافتن دست عروسک 5 تا پای کوتاه توی حلقه جادویی میزنیم. حلقه رو جمع میکنیم و از رج 2 تا 9 ساده بافی میکنیم. یعنی همین 5 تا پای کوتاه رو 9 ردیف میبافیم. چون یه ذره کوچیکه ممکنه یه مقدار اولش براتون سخت باشه. نخ نشونمون رو میذاریم و شروع میکنیم به زدن پای کوتاه. حین بافت یه مقدار سعی میکنیم حالت گود به این بافتمون بدیم که راحت تر ببافیم. نه تا رج که بافتیم، حالا باید 2 طرف دست رو اینجوری تا کنیم و با 2 تا پای کوتاه به هم وصل کنیم. به این شکل. ببینین قلابو بکنین توی این خونه بعدی و خونه روبرویش. نخو در بیارین، یه پای کوتاه و خونه بعدی و روبرویش. نخو در بیارین و یه پای کوتاه. اینجوری 2 طرف دست رو به هم با 2 تا پای کوتاه وصل کردیم. حدود 20 سانت تا 30 سانت نخ رو بذارین و قیچی کنین. یه دونه دست دیگه درست کنین. حالا باید این دست ها رو وصل کنیم به بدن عروسک. به 2 طرف بدنش در راستای پاها. برای وصل کردنش از سوزن استفاده میکنیم. دست رو در امتداد پا قرار میدیم و از نزدیک گردن از این ردیف، یه ردیف پایین تر از گردن، یه کوک میزنیم. و به این سمت دست متصل میکنیم. سوزن رو میبریم از این سمت بدن در میاریم. از یه جایی نزدیک جایی که سوزن در اومده برمیگردونیم به همون سمت و از وسط بازو، از اینجاها، ببینین اینجا بالای بازو وسط سوزن رو در میاریم. اینجا رو خیلی نکشین که تو نره. یه کوک میزنیم به بالای دست و از هر جا که خواستیم بیرون میاریم. چون میخوایم بقیه
نخ رو توی بافت پنهان کنیم. چند تا کوک نزدیک به هم میزنیم تا نخ سفت بشه و انتهای نخ رو در بافت پنهان میکنیم. نخ رو از انتها قیچی میکنیم. این یک در، این یکی دست رو هم مثل همین وصل میکنیم به بدن. خب بدن عروسکمون بافته شد. حالا مونده موهاش، لباسش و کفشش و این گلدوزیای روی صورتش که چشم و بینیه. حالا میخوایم موی عروسک رو ببافیم. من از نخ قهوه‌ای استفاده میکنم. اول یه حلقه جادویی میزنیم. و 6 تا پای کوتاه توی حلقه جادویی. حلقه رو بکشیم که جمع بشه و ردیف دوم توی هر خونه 2 تا پای کوتاه. رج سوم یکی در میون یه افزایش. رج سومم بافتیم. این حلقه اول رو بکشین تا کاملا بسته بشه. حالا میتونین این نخ رو کوتاه کنین. ردیف چهارم 2 تا در میون یه افزایش، یعنی 2 تا پای کوتاه یه افزایش. ردیف چهارم بافتیم. تو ردیف چهارم ما الان 24 تا پای کوتاه داریم. ردیف 5 و 6 رو ساده بافی میکنیم. یعنی روی هر پایه یه پای کوتاه میزنیم. خب من ردیف 5 و 6 رو ساده بافی کردم و اندازه میگیرم با سر عروسک. میخوام چترش تا همینجا باشه. حالا از اینجا به بعد رو ما رفت و برگشتی میبافیم. یعنی اینو الان ادامه نمیدیم، برمیگردیم. ببینین ردیف هفتم رو ما یه دونه زنجیره میزنیم و بافت و برمیگردونیم. شروع میکنیم به بافت. 18 تا پای کوتاه میبافیم و از همین دونه اول هم شروع میکنیم. این دونه اول رو جا نندازیم. 18 تا پای کوتاه ببافید. 18 تا دونه که بافتید دوباره یه دونه زنجیره میزنید و بافت رو برمیگردونید. دوباره 18 تا پای کوتاه میزنیم تا به همینجا برسیم. هجده تا دونه رو که بافتین دوباره دیگه این کار رو تکرار میکنین. یعنی دوباره یه دونه زنجیره میزنین، برمیگردیم 18 تا پای کوتاه و دوباره یه زنجیره 18 تا پای کوتاه برمیگردیم. 2 ردیف دیگر رو هم بافتم و مو این شکلی شد. حالا رو سر عروسک امتحانش میکنیم. خب میتونین حتی یه ردیف دیگه هم ببافین اگه دوست داشتین. من تا همینجا به نظرم خوبه.
خب اینو قشنگ کیپ کنین. حالا حدود 60-70 سانتی متر از این نخو بذارین و بعد قیچی کنین. مو رو فیکس میکنین. میتونین حتی از این سوزنهای ته هم استفاده کنین برای اینکه تکون نخوره. اول تنظیمش کنین ببینین جاش خوبه، درسته. خب حالا فیکسش کنین. شروع میکنیم به دوختن موی عروسک. حالا میخوایم چتریاشو بدوزیم که به این شکل در بیاد. 1 2 3 4 5 تا کوک من اینجا زدم. حالا میتونیم بیشتر یا کمتر بزنیم. آخرین کوکو که زدین، نخ رو چند بار توی بافت ببرین و با سوزن چند جای مختلف مو رو هم در واقع وصل کنین به سر، محکمتر بشه جاهای مختلفش رو. همین که میخوایم نخ رو توی موهاش پنهان کنیم. چند تا کوک بزنین. من برای دوخت 60-70 سانت در نظر گرفتم، ولی خب کمتر هم میشد. من فکر کنم 40-50 سانت هم کافی بود، چون خیلی از نخش اضافی آمد. خب چند تا کوک که زدین و چتریشو که این شکلی دوختین، دیگه نخ رو از انتها قیچی کنین. این شد موی عروسک. حالا بریم چشمش و دماغش رو بدوزیم. برای اینکه چشمش رو بدوزیم، اول میتونیم با استفاده از این سوزن‌های تهگرد جای چشش رو مشخص کنیم که بدونیم کجا رو میخوایم بدوزیم. به فاصله 3 تا پایه بین 2 تا چشماش 3 تا پایه فاصله هست. یکیش میشه زیر این کوک دوم از این ور، اینم کوک دوم از این ور. برای دوخت چشمش من از نخ نازک استفاده میکنم. میتونید از نخ گلدوزی هم استفاده کنین. این نخ رو تا آخر نکشین. بذارین مثلا انقدرش این پشت بمونه.
چشمش رو من به شکل یه خط عمودی 2 بار کوک میزنم. و بعد نخ رو از همون جایی که وارد کردم در میارم بیرون، دقیقاً از همونجا. این شد چشم عروسک. حالا این پشت نخ رو گره میزنیم. دو تا گره بزنین و برای پنهان شدن گره توی بافت از همون جایی که سوزن نخ در اومده، از همون جایی که نخ در اومده سوزن رو وارد کنین و از یه جای دیگه در بیرین بیرون و بکشین تا این گره به داخل بافت هدایت بشه. نخ رو کاملا از انتها ببرین. این یکی نخ رو هم، حالا چون کوتاهه و توی سوزن نمیره من باید بلندتر میگرفتم، میتونین با استفاده از قلاب ببرین توی بافت، از یه جایی قلاب رو ببرین داخل و اینجوری مخفی کنین. میتونین هم حالا از اینجا در بیارین و این رو هم قیچی کنین. اینم شد چشم عروسک. حالا بریم بینیشو بدوزیم. برای بینی از نخ همرنگ بدنش استفاده میکنیم. حدود 50 سانت از نخ رو ببرید با استفاده از سوزن. یک کوک بین 2 تا چشمهاش بزنین. ببینین توی این به این شکل یه ذره برجسته میخوایم بکنیم بینیش رو. یه دونه کوک میزنیم. باز نخ رو میتونین از پشت گردنش از قسمت سفید بیارین تو و از هر جایی که میخواین بینیش باشه. میتونین بینیش رو کوچیک در نظر بگیرین یا یه ذره بزرگ. خب این نخ رو دوباره تا انتها نکشین. کوک رو بزنین. من میخوام بینیش کوچیک باشه. به این فاصله دوباره نخ رو از همونجا در بیارین. یک کوک دیگه به همین ترتیب بزنین. دوباره نخ رو از همونجا بیارین بیرون. حالا برای اینکه یه مقدار برجسته بشه چند دور با نخ از بین این کوک ها رد میکنیم به این شکل. و کوک آخر رو که زدین از همون جایی که نخ رو در بردین این پشت نخ رو در واقع فرو کردین از همونجا هم در میارین. این میشه بینی. ببینین یه مقدار برجسته شد. دوباره نخ رو از پشت گره بزنین و توی بافت پنهان کنین.
برای بافت پیرهن عروسک اول 18 تا زنجیره بزنین. برای ردیف دوم اول یه زنجیره بزنین و بعد شروع کنین از زنجیره دوم 5 تا پای کوتاه یه افزایش 3 بار تکرار کنین. 1 2 3 4 5 و توی این خونه یه افزایش. دوباره 5 تا پای کوتاه یه افزایش، 5 تا پای کوتاه یه افزایش. بافتمون یه مقدار منحنی میشه. ردیف سوم دوباره با یه زنجیره شروع میکنیم و بافت رو برمیگردونیم. 21 پای کوتاه میزنیم، یعنی ساده بافی میکنیم. این ردیف رو هم بافتیم. ردیف بعد دوباره یه زنجیره میزنیم و برمیگردونیم. این بار 6 تا پای کوتاه یه افزایش و 3 بار این کار رو تکرار میکنیم. الان ما 24 تا پای کوتاه اینجا داریم. ردیف 5 رو ساده بافی میکنیم. رج 5 رو هم بافتیم. برای رج 6 اول یه زنجیره میزنیم و برمیگردونیم. 7 تا پای کوتاه یه افزایش و 3 بار این کار رو تکرار میکنیم. رج 7 ساده بافی، یعنی 27 تا پای کوتاه یه دونه زنجیره و 27 تا پای کوتاه و تمام. یه مقدار نخ رو باقی بذارید. حالا باید دو طرف این پیرهن رو به هم بدوزیم. این درز اینجا رو با استفاده از این نخ و سوزن میدوزیم. لباس رو برگردونیم و این نخ و این پشت گره بزنیم. به بافت لباس چند بار رد کنیم از توی بافت و بعد گره بزنیم. این یکی نخ رو هم به همین شکل داخل بافت پنهان کنیم و گره بزنیم. این شد پیرهن عروسکمون. می‌کنیم تنش. حالا میخوایم 2 تا بند واسه پیرهنش ببافیم. از هر جایی که میخواین بند رو ببافین قلاب رو ببرین و نخ رو بیرون بیارین. یه مقدار از نخ رو اینجا باقی بذارین که بعد میخوایم گره بزنیم. 6 تا زنجیره ببافین. 1 2 3 4 5 6.
و بعد اینو از بالای شونش رد کنین و اون سمت لباس دوباره با قلاب وصل کنین. نخ رو بگیرین و در واقع یه بست بزنین. از تو حلقه بیرون بیارین. یه مقدار نخ رو بذارین چون میخوایم به لباس گره بزنیم. این میشه این بند. اون یکی بند رو هم به همین ترتیب ببافین. این نخ‌ها رو حالا باید پنهان کنیم. با استفاده از سوزن نخ رو چند بار از توی بافت لباس رد میکنیم و یه جا پشت کار گره میزنیم. برای کفش عروسک از نخ همرنگ لباسش استفاده میکنم. یه حلقه جادویی میزنیم. و 6 تا پای کوتاه توی حلقه. حلقه رو میبندیم. برای ردیف 2 یکی در میون یه افزایش، یعنی یه پای کوتاه یه افزایش. توی این ردیف ما 9 تا پای کوتاه الان داریم. ردیف 3 تا 6 رو ساده بافی میکنیم، یعنی همین 9 تا پای کوتاه رو میبافیم. به ردیف 6م که رسیدیم کفش آماده است. حالا باید این نخ رو مثل همیشه قیچی کنیم و توی بافت پنهان کنیم و گره بزنیم. این شد کفش عروسک. یه دونه دیگه مثل همین ببافید. اینم از عروسک ما تمام شد. حالا برای اینکه یه مقدار صورتش خوشگل تر بشه میتونیم از رژ گونه استفاده کنیم و پایین، یعنی رو لپاش زیر چشمش رو یه مقدار صورتی کنیم. اینم از عروسک خوشگل ما.